سلام دوستان، ویدیو خوش اومدید. از این دوستان اومدیم آموزش در هر بازی چگونه اسم رو چسبیده بنویسین. دوستان میایین اول تو گوگل سرچ میکنین چسبیده نویس مریم برنامه. وقتی که نوشتین دوستان میان پایین میبینین اینجا تایم کو فارسی نویسه آنلاین ابزار ساز. وقتی که میزنین اینو اسم مورد نظرتون، مثلا من میسم گرگ سیاه. خب الان من اینو نوشتم فارسی تا جنسه کپی متن پاک میکنم. بازی که دلم میخواد، مثلا من یه بازی مثلا میرم داخل بازی کار پارکینگ دوستان. خب وقتی که وارد بازی هر آنلاین فرقی نداره، فقط اینکه با مثلا به اون اندازه‌ای که دلتون میخواد مثلا متنی داشته باشین. مثلا من میرم داخل کار پارکینگ گرگ سیاه، اینجا براتون گرگ سیاه میبینید کج کله است. بعد که میزنی میبینیم اینجا چسبیده واسه من میاره. دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک، فالو و زنگوله یادتون نره. تا ویدیو دیگه، بای بای.